سلام و درود دوستا، خوش آمدین به کورس UI و UX. دوستا، در این جلسه قرار است ما شما اصول اولیه طراحی را بخوانیم. دوستا، قسمی که شما میدانین اصول اولیه طراحی در گرافیک دیزاین و یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس بسیار حیاتی است. اصول اساسی طراحی مانند سلسله مراتب است، کانترست است، الاینمنت است و همچنان بالانسینگ است و تایپوگرافی است که هر کدامش ما شما قدم به قدم میخوانیم. خب دوستای عزیز، سلسله مراتب در UI و UX چی است؟ سلسله مراتب در طراحی به شما کمک میکند تا اهمیت مختلف قسمت های یک طرح را نشان بدین. این به معنی است که برخی از عناصر باید بر جایگاه برتری قرار گیرد. مثلا شما یک چیزی را دیزاین میکنین، اما سلسله مراتبش باید در نظر بگیرین و دیگر عناصر در پشت آنها قرار بگیرند. یک عنصر در پیش روی و یک عنصر در پشت سر آنها به سلسله مراتب قرار بگیرد و این اصل مهم است برای جلب توجه به بخش‌های مهم و ایجاد راحتی در مطالعه. میتونه که همون یوزر اکسپریانس به خوبی و به شکل درستش او را درک کرده بتونه. این سلسله مراتب در یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس می باشد. و همچنان دوستا، تعادل در یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس چی است؟ تعادل در طراحی به معنای توازن عناصر است و این توازن ها می تواند تعادل درونی و بیرونی باشد. تعادل درونی به توازن بین عناصر داخلی یک عنصر اشاره می کند، در حالی که تعادل بیرونی به توازن بین عناصر مختلف در کجا در کل طرح اشاره می کند. و این بالانس هم بسیار، تعادل در یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس بسیار مهم و حیاتی است. دوستای عزیز، کانترست چی است؟ بسیار موضوع خوب است که در یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس قابل فهم باشه. کانترست به تفاوت بین عناصر در یک طرح اشاره میکنه. این میتواند تفاوت در رنگ ها باشه، اندازه ها باشه، شکل ها باشه یا تمامی این عوامل باشه. استفاده از کانترست مناسب میتواند به شما کمک کند تا عناصر مهم را در طراحی برجسته و توجه مخاطب را جلب کند. و فرض مثال شما black text on a white background، قسمی که شما میدانید که خط سیاه در بک‌گراند سفید میتواند که کانترست را ایجاد کنه و این شما باید یک کانترست را که از ریموو کنین از یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس تان. شما باید یک تکست را اینجا اضافه کنین که ریدیبل باشه به خواننده، که بسیار مهم است. و همچنان دوستای عزیز، در بخش تیوری کالر یا رنگ بسیار حیاتی است که ما شما در یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس دانه به دانه ای را بخوانیم که بسیار مهم است در طراحی یا گرافیک دیزاین یا یوزر انترفیس یا یوزر اکسپریانس. تیوری رنگ در طراحی بسیار مهم است. این شامل مفاهیم مانند رنگ‌های اصلی است که رنگ‌های اصلی را احاطه می‌کنه. ترکیب رنگ‌ها است. شما نمیتونین که یک رنگ در هر جای استفاده کنین. ترکیب رنگ‌ها را باید مد نظر گرفته شود. رنگ‌های تکمیلی باید باشه. رنگ‌های مثلا مفاهیمی باشه که یعنی مفهوم را احاطه کنه. انتخاب رنگ مناسب برای یک طرح میتواند احساسات مختلف را در مخاطبان ایجاد کند که بسیار مهم است رنگ، کالر تیوری، و بر تاثیرگذاری طرح تاثیر بگذارد. و یک بخش دیگه دوستای عزیز در یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس که بسیار مهم است، تایپوگرافی است که اینجا ما شما بیسیکش هم میخونیم. تایپوگرافی شامل انتخاب و استفاده از فونت‌ها است، اندازه ها است، فاصله بندی است، الاینمنت است و سایر ویژگی‌های متن است. یک تایپوگرافی صحیح میتواند خوانایی و جذابیت متن را افزایش دهد و بر تمیزی و حرفه‌ای بودن طرح تاثیرگذار باشد که بسیار مهم است. تایپوگرافی
در یوزر انترفیس و یوزر اکسپریانس. اینجا ما شما بیسیکش خواندیم، باز در ادامه ادوانس و پیشرفته‌اش هم ما شما در این کورس میخونیم. خب دوستای عزیز، این بود اصول اولی طراحی که پرینسیپل آف دیزاین هم برایش گفته میتوانیم، که در اینجا ما شما خواندیم سلسله مراتب، تعادل یا بالانس خواندیم، کانترست خواندیم، الاینمنت خواندیم و همچنان کالر تیوری را خواندیم و همچنان تایپوگرافی را خواندیم. خب دوستای عزیز، این بود درس امروزی ما. انشالله که جذاب و خوب تمام شده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ و ناصرتان.